ایران و امریکا دوباره به جان هم افتادند. تهران و آژانس از هم جدا شدند و خامنه‌ای با خیال خواندن اظهارات ترامپ در مورد تأسیسات اتمی خبر از ساخت موشک‌های بیشتر و آمادگی به پرتابشان داد. از سوی دیگر رابطه افغانستان و پاکستان رو به بهبود است و امروز دروازه‌های تورخم و اسپین بولدک بازگشایی می‌شود. چکیده اوضاع سیاسی منطقه چیست؟ بینندگان یک در سراسر جهان سلام. من شکیلا شمس هستم و همکارم محمد رشاد زریر به سوالاتم از این خبرها جواب میدهد. سلام زریر، دوباره تقابل ایران و امریکا شدت گرفته. اول از لغو توافق ایران و آژانس بگو چه اتفاق افتاده؟ داستان از این قرار است شمس که آژانس اتمی و تهران، یعنی رئیس آژانس آقای رافائل گروسی و وزیر خارجه ایران عباس عراقچی چند مدت قبل در قاهره مصر و به میانجیگری مصر با هم یک توافقنامه را امضا کردند که به اساس او بعد از جنگ 12 روزه به این طرف دوباره آژانس اتمی میتونست از تأسیسات اتمی ایران بازرسی انجام بده و بازرسایش را به ایران بفرسته، که البته این کار انجام نشد و یک سری تعللات پیش روش ایجاد شد. بعد از اینکه مکانیزم ماشه فعال شد و تحریم های سازمان ملل همه به ایران دوباره بازگشتند، ایران هشدار داد که در صورتی که تجدید نظر نشه و مکانیزم ماشه فعال شود، ما این توافق را لغو خواهیم کرد یا تجدید نظر خواهیم کرد. و آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدارش با همتای عراقی خودش در این مورد اعلام کرد که دیگر از آژانس جدا شدیم، دیگر توافق قاهره اهمیت نداره، از بین رفته و ما امور رقمی که گفته بودیم اگر مکانیزم ماشه را فعال کنید ما این را لغو میکنیم، این کار کردیم و آقای گروسی دیگه اجازه رفتن به ایران نداره، دیگه همکاری با آژانس نیست و قطع همکاری کامل آژانس و ایران پیامدهای بسیار خطرناک داره، از جمله زمینه‌سازی جنگ، از جمله گسترش تنش و حتی امکان رفتن ایران به سمت خروج از NPT و ساخت سلاح هسته‌ای. زریر، کاخ سفید به سخنان رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان داده. آقای خامنه‌ای در پاسخ بر رئیس جمهور امریکا چه چیزهایی گفته و تفسیر این صحبت‌هاش چی است؟ اول اینکه کاخ سفید بله در واکنش به صحبت‌های آقای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دو نکته بسیار مهم گفته. یک نکتهش این است که گفته هنوز در حوزه دیپلماسی باز است و نکته دومش این است که باز هم ایران را متهم کرده به حمایت از تروریسم و گفته باید ایران از تروریسم، از حمایت تروریسم کنار بره و دیگه از حراس افغانی به قول اونها حمایت نکنه. در چنین صورتی گفته صلح در خاورمیانه در کار نخواهد بود. آقای خامنه‌ای چی گفت؟ آقای خامنه‌ای به صحبت‌های آقای دونالد ترامپ در یک هفته اخیر واکنش نشان داد. دونالد ترامپ یک هفته اخیر برای بار چندم تاکید کرد که ما تأسیسات اتمی ایران را از بین بردیم. همین 2 روز پیش گفت زیباترین عملیات نظامی تاریخ همو عملیاتی بود که به نام چکش نیمه شب گویا خلبانان و پیلوت‌های آمریکایی با بیدوها با بمب‌های سنگرشکن به تأسیسات اتمی ایران حمله کردند. حالا آقای خامنه‌ای چی گفت؟ اول نکات مهم صحبتاش چی است؟ اول گفت که بگذار به همین خیال خام باشه دونالد ترامپ و دولتش که تأسیسات هسته‌ای ما را از بین برده. پیامش واضح است، معناش روشن است. این یعنی خلاف گفته های آقای ترامپ تأسیسات اتمی ایران از بین نرفته و شواهد هم اخیراً این نشان میده که ایران دوباره در حال بازسازی، در حال احیا و در حال تقویت سیستم های اتمیش است. و دومین نکته که آقای خامنه‌ای گفت خطرناکتر از این است، گفت که هیچ کس حق این نداره که در مورد موشک یا اتم بر ما حرف بزنه. حتی آمریکا که فکر میکنه قلدر منطقه ماستیم ولی خودش قلدری و زورگویی میکنه، گفت که ما موشک های زیادی داریم، تعدادی از اون موشک ها را که به قول خودش در ایران ساخته شده به اسرائیل پرتاب کردیم و اسرائیل گفت خاکستر کردیم جایی که اون موشک ها خورد. هنوز هم موشک های زیادی داریم و باز هم خواهیم ساخت، باز هم تولید موشک میکنیم و حتی در صورت لزوم و نیاز دوباره با این موشک ها هر جایی را دلمان بخواه خواهیم زد، که این هر دو مسئله خط قرمز غرب است و این به این معناست که براستی ایران و حرفی که آقای خامنه‌ای میزنه حالا حرف ایران است. ایران بر همو موقفی که بود استاده است و تحت فشار هیچ یک از تحریم های بین المللی و
تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و فشارهای بین المللی نرفته. و سومین نکتهش هم در مورد گفتگو بود. گفت آمریکا اهل گفتگو نیست، زورگویی و قلدری میکنه و ما به قول خودش ملت ایران به زورگویی و قلدری تن نمیده. خب شیره این صحبت ها، چکیده این صحبت ها، همان گونه که پرسش محوری خودت در مقدمه بود، چکیده اینها پاسخش این میشه که ایران و آمریکا یا ایران و کلا غرب دوباره وارد تقابل و شدت رویکردهای خصمانه علیه همدیگر شدند و دوباره تنش بالا رفته و امکانی است که تنش زمینه ساز درگیری های نظامی و اینا هم در آینده شود. همزمان دیپلماتان غرب و تهران پرچم دیپلماسی را تکان میدهند. آیا هنوز فرصت و امکان مذاکره وجود داره؟ درست. آقای استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که حالا بسیار فعال بوده در یک سال اخیر و در گوشه و کنار منطقه، از غزه تا اوکراین تا مجارستان تا گوشه و کنار دیگه و سرانجام ایران و اسرائیل، همیشه نقش محوری را بازی کرده. آقای ویتکاف دو روز پیش گفت که دیروز گفت که ما یک سری تماس‌ها و ارتباطاتی با ایران داشتیم و داریم، هم اکنون برقرار است و در صورتی لزوم ما به دنبال این هستیم که راه حل دیپلماتیک دراز مدت، بلند مدت برای ایران، بین ایران و غرب پیدا بکنیم. حالا آقای اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به این واکنش نشان داد. گفت به صورت غیر مستقیم از طریق واسطه ها، از طریق نشانه ها و آدرس های سوم، ما و آمریکا گفتگوهایمان همیشه جریان داشته، هم اکنون هم جریان داره، ولی خبری از مذاکره نیست و صحبتی در مورد مذاکره واشنگتن و تهران وجود نداره. ولی تاکید کرد آقای بقایی، همون رقمی که در اعلامیه کاخ سفید خوانده شد، آقای بقایی هم تاکید کرد که دروازه دیپلماسی هنوز بسته نشده و در صورتی که تجدید نظرهای صورت بگیره هنوز امکان گفتگو مذاکره وجود داره، ولی حالا قدمی در اون مسیر برداشته نشده. ذره نگاه به رابطه افغانستان و پاکستان هم بیندازیم. آیا تنش بین دو کشور واقعا کاهش یافته؟ افغانستان و پاکستان پس از جنگ طاقت فرسا و اینکه تعداد زیادی از نظامیان رژیم پاکستان کشته شدند و همینطور تلفات به افراد ملکی در افغانستان وارد کرد و سرانجام بحث‌های داغ، بحث‌های تاریخی دوباره بالا گرفت، اتهامات دو طرف علیه یکدیگرشان، و پس از توافقی که وزیر دفاع افغانستان با همتای پاکستانیش در دوحه انجام داد، گویا این اوضاع دوباره به سمت عادی شدن حرکت کرد. هرچند عادی نشده، هرچند تنش هنوز وجود داره، آسان نیست. رابطه پاکستان و افغانستان در طول تاریخ موجودیت پاکستان کاملا عادی هیچ وقتی نبوده، همیشه در نوسان بوده. هنوز هم با توجه به اینکه اولین بار بود که امارات و پاکستان با این شدت درگیر شدن و خب مسائل کلانتر دیگه هم دامن زده شد، با این وجود آسان نخواهد بود که به زودی رابطه به سطح عادیش بر بگرده، ولی قدم‌های مثبت در مسیر بهبود رابطه برداشته شده. از جمله این که خبرهای به گوش میرسه که امروز دروازه‌های تورخم و اسپین بولدک، یعنی گذرگاه‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان که البته اونا از طرف افغانستان مرز شناخته نمیشن، یعنی گذرگاه‌هایی که در خط فرضی دیورند گذاشته شدن و هستند، اینا دوباره باز خواهند شد. حالا شاید برای رفت آمد شهروندان دو کشور، برای رفت آمد حالا وسایط تجارتی و انتقالات و حالا هرچی به عنوان ترانزیت تجاری بین افغانستان و پاکستان حتی منطقه هست، دوباره بازگشایی خواهند شد. این یک نقطه است که خبر خوبی برای پاکستانی ها هم هست که دوباره میوه‌جات و سبزی و موارد نیازشان را و حتی صادراتشان را از افغانستان دریافت میکنن. خبر خوبم برای تجار و بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغانستان هست که آنچه سوداهایشان در مسیر راه متوقف شده بود، اموالشان در مسیر راه و به میلیون‌ها دلار خسارت تاجرای هر دو طرف دیدند، دوباره باز خواهد شد و خب این میتونه یک پیامد مثبتی برای اوضاع تجاری دو طرف باشه. ولی در سطح دیپلماتیک تا ببینیم هفته بعد گفتگوها در چه سطحی چگونه برگزار میشن، پیامد و نتیجهش آیا مثل گفتگوی اول خواهد بود، توافقهای صورت خواهد گرفت یا نه، در آینده میشه دید که چشمانداز رابطه پاکستان و افغانستان چی است. در هم پیچیدگی جنگ ها و صلح ها، منطقه و جهان در چند ماه آینده چی وضع خواهد داشت؟
منطقه و جهان که حالا از جنگ جهانی دوم به این طرف پیوسته خرد و کوچک جنگ ها و صلح ها، توافق ها و برهم خوردن ها، آتش بس ها و دوباره نقض شدن ها، گلایه ها و اختلافات و تنش ها و دوباره آشتی و بیهوده بین کشورها، به ویژه کشورهایی که با هم نکات اختلافی دارن همیشه وجود داشته. حالا ما شاهد این هستیم که در غزه هم آتش بس شکننده معلوم میشه، هرچند خیلی توافق محکمی اونجا صورت گرفته، ولی در روزهای اخیر ما شاهدی این هستیم که دوباره گاهی حماس را متهم به نقض آتش بس میکنن و اسرائیل عملا به تنها بم را دوباره بر روی غزه پرتاب کرده دو روز اخیر و همین سبب شده که جرد کوشنر و استیو ویتکاف برن به اسرائیل و گویا متحدشان را توصیه بکنن. آقای دونالد ترامپ هم صحبتایی کرد. او طرف هم که دونالد ترامپ، اروپا و روسیه دوباره درگیری پرونده اوکراین هستند که به او رسیدگی بکنن و اگر بشه قدمی در مسیر حالا امکان کاهش تنش و پایان جنگ در اوکراین هم برداشته شود. و این سو هم که در افغانستان و گوشه و کنار دیگه در ونزوئلا و جا جنگ ها و صلح های دقیقاً همون رقمی که خودت گفتی در هم پیچیده هستند، گاه صلح، گاه جنگ، گاه توافق، گاه نقض آتش بس و اینها به هر حال چشم انداز آینده دقیقاً می شود یک تصویر شبیه به تصویر این روزها داشت با تفاوت‌های زیادی که یعنی نه کار اوکراین به این سادگی حل خواهد شد، نه مشکل ایران و اسرائیل و کلا اسرائیل و منطقه به این سادگی حل خواهد شد، نه مشکل پاکستان و افغانستان به این سادگی حل خواهد شد، نه مشکل هند و پاکستان و همینطور یک سری مسائل دیگه که ادامه خواهند داشت. به هر حال نظم نوینی که در حال شکل گیری در دنیا هست تعیین خواهد کرد که چه اتفاقاتی آیا در مسیر صلح یا در مسیر جنگ برداشته شود. به هر حال آقای دونالد ترامپ روز یک صحبت متفاوت دیگه هم کرد، گفت جنگ جهانی سوم در خاورمیانه رخ نخواهد داد. تشکر زریر. این بود مهمترین ها این ساعت که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.